با تشکر طبعا از رهبری و کارمندان اداره ملی احصایه و معلومات که واقعا یکی از مهمترین پروسه های ملی کشور را به شکل بسیار عالی و به شکل بسیار پروفشنال به پیش میبرند. این تذکره الکترونیک هویت ملی کشور است. امروز تمام جهان تذکرهش الکترونیک است، چون تمامی معلومات در او ذکر است و همچنان از تقلب و از ساختار چند تذکره که متاسفانه قسمی که می‌بینید بعض اشخاص حتی دو سه تذکره داشتن و این در تمام پروسه ملی از انتخابات گرفته تا تمامی پروسه ملی کشور به اندازه زیاد کمک میکنه. چند سال قبل خود به میان آمدن پاسپورت الکترونیک به اندازه ما را کمک کرد، چون در تمام مسابقات آسیایی و جهانی داشتن یک سند الکترونیک حتمی است و با داشتن تذکره الکترونیک میتونه یک قدم دیگر تمامی مسئولیت ورزشکارای ما را در میدانهای بین المللی تضمین کنه، چون یک کارت هویتی از تاریخ دقیق تولدشان در پیشان می باشه که او به اساس یک تذکره الکترونیک است. در پلوی طبعا به اساس ازمون پاسپورت الکترونیک می داشته باشند که هیچ نوع مشکلی بعد از این در میادین بین المللی نمی داشته باشه ورزشکاران. ما از تمام هموطنان عزیزم خواهش میکنم که این پروسه را حمایت کنند، بالاخص تمام ورزشکاران عزیز در سرتاسر افغانستان. داشتن احصایه دقیق یکی از مهمترین ارزش‌هایی است که یک کشور میتونه بر اساس از تمام استراتژی‌ها و پلان‌های خود طرح کنه و این کشور را کمک میکنه تا با احصایه دقیق خود از تمامی شهروندان خود داشته در تمام پالیسی‌های اقتصادی، پالیسی‌های تحصیلاتی و پالیسی‌های معرف کشور و در مجموع در تمام پالیسی‌های ملی ما بسیار می‌توانیم که به صورت شفاف و به صورت بسیار ارزنده تمام برنامه‌های خود را به پیش ببریم.